گروه صنعتی شیشه کاوه با بیش از 35 سال تجربه به عنوان بزرگترین تولید کننده شیشه و بلور بخش خصوصی در ایران و منطقه شناخته می شود. این گروه در ابتدا با هدف تولید انواع بلور فعالیت خود را آغاز کرده و به تدریج و با توجه به نیاز کشور محصولات متنوع‌تری را به سبد کالای خود افزوده است. در حال حاضر بیش از 200 نوع محصول بلور و بیش از 100 نوع محصول شیشه تخت در این مجموعه تولید می شود و بالغ بر 11,000 نفر نیروی کار در نقاط مختلف کشور در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند. گروه صنعتی شیشه کاوه با توجه به کیفیت و مزیت رقابتی محصولات خود تاکنون موفق به صادرات به بیش از 25 کشور دنیا شده است. ما در گروه صنعتی شیشه کاوه وقتی که شروع به تولید کردیم، خب ابتدا بازارهای داخلی و نیاز داخل کشور مد نظر ما بود و شروع کردیم این محصولات رو تولید کردن و به جایی رسیدیم که نیاز به محصولاتی بود که میبایست با فناوری نانو تولید بشن. از حدود 10 سال پیش ما در واقع این فناوری رو وارد کشور کردیم و شروع به تولید محصولات با فناوری نانو کردیم. به مرور زمان کارشناسان خودمون با این فناوری و این تکنولوژی آشنا شدن و در حال حاضر ما هیچ نیازی به کارشناسان خارجی نداریم و روزانه کارشناسان ما در آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه مشغول مطالعه برای تولید محصولات جدید بودند. همکنون شیشه هایی با رنگ های آبی، سبز، برنز، صورتی و طیف های مختلف رنگی با استفاده از فناوری نانو توسط این مجموعه تولید می شود. همچنین تولید شیشه های خاص به منظور جلوگیری از انتقال حرارت و اتلاف انرژی با استفاده از روش لایه نشانی از دیگر دستاوردهای این مجموعه است. همکاری بسیار خوبی با ستاد در واقع نانو داریم. از سالها پیش ما با این ستاد آشنا شدیم. کارشناسان این ستاد به کارخانجات ما اومدن، خطای ما رو ممیزی کردن و ما الان مفتخریم که در واقع گواهی نانو مقیاس رو تونستیم از ستاد فناوری نانو بگیریم و توسط همین مؤسسه و بنیاد ما در همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی شرکت کردیم، از جمله اندونزی که گروه صنعتی شیشه کاوه توسط کارشناسان خودشون در این همایش شرکت کردن و به معرفی در واقع محصولات نانویی خودشون پرداختن. مجموعه ما در سال 1383 راه اندازی شد و تولید کننده انواع شیشه های صنعتی و ساختمانی هستیم. به لطف خدا تا به امروز تونستیم اغلب محصولات شیشه‌ای رو وارد کالاهای تولیدی خودمون بکنیم. تقریباً از تمامی محصولات گروه صنعتی کاوه استفاده میکنیم که شامل انواع شیشه های فلوت کلیر، شیشه های فلوت رنگی، انواع مشجرها و آینه ها می باشند که در تنوع رنگ و سایز تولید میشن. مهمتر از تمام اینها از شیشه های لویی گروه صنعتی کاوه اشاره می کنم که پارادایمی در صنعت شیشه واقعا بود. خاصیت این شیشه به نوعی که بخشی از طول موجو که شامل انرژی مادون قرمزه از خودش عبور نمیده و این باعث میشه که نوری که وارد ساختمان میشه بدون گرمایش باشه. موارد مصرف شیشه های لویی گروه صنعتی کاوه که به صورت تمپر، به صورت لامینت و دوجداره ازشون استفاده میشه، برای پنجره ها معمولا هستش. علاوه بر اینکه شما اون نور مرئی رو دارین، عبور گرما چه از داخل ساختمون به بیرون چه از بیرون به داخل امکان پذیر نیست و شما در تابستان هوای خنکی رو داخل محیطتون دارین و در زمستان هوای گرمتری رو. به خاطر اینکه نوری که از طریق خورشید ساطع میشه اجازه عبور بخش گرمایشیش داده نمیشه.
در زمینه صنایع میتونیم به یخچال‌های صنعتی اشاره بکنیم که باعث حبس سرمایش در داخل یخچال میشن و در مقابل کوره‌هایی که باعث پخت میشن، گرمایی که در داخل اون تولید میشه که گرمای بسیار با ارزشی هم است و مصرف برق زیادی داره، اجازه عبور اون از شیشه بهش نمیدن و این باعث میشه که شما با حداقل انرژی بتونین حداکثر بهره رو ببرید. کوره‌های مجموعه فرازجام از نوع کوره‌های کانوکشن هستند که میتونن بهترین کیفیت رو در عملکرد این شیشه داشته باشند و نتیجه‌ای که قبل و بعد از کوره به وجود میاد همونیه که دارای یو ولیو 1.1 هست. به عبارتی ما اون لایه پوشش رو به همون صورتی که هست بعد از تمپرینگ با همون صورت نگهداری میکنیم و به مشتریامون عرضه میکنیم و مشتریامون بهترین نتیجه رو از این نوع محصول میتونن داشته باشن.